بسیاری ها میخواهند که در آلمان زندگی کنند. شما که اینجا زندگی و کار و فعالیت دارید، یعنی چی توصیه میدید به اون نفرانی که خواستار مثلا زندگی در اروپا از جمله در آلمان هستند؟ شاید دوستا عزیزا بگویند که خب اگر به راستی آلمان جای خوبی نیست، زندگی در آلمان خوب نیست، پس چرا خودت تو اونجا زندگی میکنی؟ این بحث دائم اتفاق افتاده در بین هموطندارای خود ما همینطور بوده که از زمانی گفتم نه این با آلمان که آلمان جای خوبی برای زندگی برای ما آسیایی نیست، گفتن پس خودت تو چرا اونجا زندگی میکنی اگر راست میگی چنین است. اما یک بود ای هست، بود دیگری ای هست که تقریبا نزدیک به 40 سال هست که من در این مملکت زندگی میکنم و داشتایی که از این مملکت دارم. از نظر فرهنگی با فرهنگ ما 180 درجه فرق میکنه، فرق داره فرهنگ از این مردم. و از طرف دیگه کشور سرمایه‌داری جهان است یا کشور سرمایه‌دار جهان است، هیچی بدون تحرک انسان نمیگذارن که زندگی کنه. یعنی ما در تاجیکستان، در افغانستان اینا اگر در روز 4-5 ساعت کار کنیم زندگی ما به راحتی میچرخه، اما اینجا با 8 ساعت کار هم نمیچرخه زندگی. باید آدم بیشتر کار کنه یا اینکه کار شخصی از خود داشته باشه که درآمد بیشتری داشته باشه که بتونه راحت زندگی کنه. بود سوم از این هست که وقتی ما با آلمان آمدم من راه برگشت دیگه نداشتم که برگردم برم پس به افغانستان. و افغانستان جنگ بود، طوری که خود شما میدانین از 50 ساله که ما در افغانستان، نزدیک 50 ساله که در افغانستان جنگ داریم و آمدن از افغانستان به این کشور اجباری بود، برای بیشتر افغان ها ما اجباری بود که آمدن به این کشور، کمتر به دلخواه خود آمدن. اونایی که به دلخواه خود آمدن فقط برای بزنس آمدن. قبلا هم افغان ها به آلمان می آمدن، افغانستانی ها به آلمان می آمدن، اما برای خرید ماشین می آمدن، ماشین می خریدن پس بر می گشتن، می آمدن لوازم می خریدن پس بر می گشتن. بعد از این جنگ ها مردم اجباراً به اینجا پناهنده شد، آمد به اینجا برای زندگی و به اینجا زندگی اجباراً زندگی می کنیم. فرهنگ ما نیست، به اینجا ما ادغام به راحتی نمیشیم. اینتگراسیون کردن یا اینتگریشن کردن بسیار کار سختی است در آلمان، به خاطر از اینکه ادغام شدن یا همون اینتگریشن دو بود داره، یک بودی نیست. بود دوم خودم داره و بود دوم ای است که جانبین باید تلاش کنن برای ادغام شدن. اگر خود خارجی ها در آلمان تلاش میکنن برای ادغام شدن در آلمان و آلمان ها خود اینا نمیکنن، اینجا هست که میلنگه کار و نمیشه که بتانیم ما پس ادغام شیم در این جامعه و این جامعه ما به سختی میپذیره. در قدم اول که موی ما سیاه هست، موی سیاه داریم، معلوم است که ما از خارجی هستیم، از کشور دیگه میاییم، چشم آبی و موی بلند یا موی زرد نداریم که ما رو بگویند که خوبی هم آلمانی است. ما کمتر اینجا همو اینتگریشن میکنیم و سال هم که میمانیم به ندرت یکی اگه تونسته باشه خود اینجا گت کرده باشه با اینا. در غیر از همه ما جدا، جامعه خارجی ها در آلمان جدا از خود آلمانی ها هست، نه تنها افغان ها که ترک ها هم همینطور هستن، عرب ها هم همینطور هستن، حال سوریایی ها هم اومدن همینطور هستن، عراقی هم که اومدن همینطور خارجی گفته زندگی میکنیم. با وجودی که حال ما از سال 1995 94 تا با حال ما چیز دارم، سند خود آلمانی دارم، یعنی که ما تذکره آلمانی دارم، یعنی که ما از 95 به ایزو شهروند آلمان هستم، اما باز هم من نتونستم خود اینجا ادغام کنم. کارخانه هم داشتم، کارم کردم، 50-60 نفر کارگر داشتم، با آن هم من خوب نمیدیدن، خوب نمیبینن و از طرف هم ممانعت ایجاد میکنن برای کار خارجی ها. غیر قانونی کار میکنن بدون یگان سند و حجت. شرایط اونا چگونه است، با اونا چگونه برخورد میکنن، مناسبت میکنن
میخواستم در این باره بیشتر میگفتید. با کدام نوع کارها بیشتر جلب میکنن جوانها را؟ کار اینجا سنگین تر است، خیلی است. وقتی یک کسی از افغانستان تاجیکستان اینجا میاد، در قدم نخست ویزا نداره، بدون ویزا زندگی میکنه، ویزای 2 ماه 3 ماه برای میدن و هر هفته هم باید برای حاضری بده. اونجا من آمدم هستم، اجازه نداره بیرون که از شهر که به جای عادی که میفته. و کار سیاه هم آلمان ها به طور قطع کارگر سیاه نمیگیرن. کار سیاه هم پیش خارجی ها، از پیش افغان ها، پیش ایرانی ها، پیش عرب ها، ترک ها، اینا کارگر سیاه میگیرن. و هم نه برای از اینکه به دفتر بشینی کار کنی، برای اینکه به حمالی کنی. مثلا کانتینرها این حالت داخل اتوبان نشان میده. این کانتینرها از ترکیه بار میشه میره با آلمان انیمی خارجی ها میگیرن، روز 30-40 روپیه به اون میدن و سر از این کانتینر رو پایین میکنن در یک روز. دیگه کار دیگه برای خارجی اینجا کار سیاه نیست. ویزا هم گرفتن سخت است، به خصوص اجازه کار گرفتن بسیار سخت است که آدم بتونه اجازه کار برای خود بگیره. و کسی که تازه هم اینجا میاد خود زبان آلمانی هم بلد نیست که بتونه بفهمه که کجا چی بگویه. و در قدم دوم از او اگر زبان آلمانی را به اون شکلی که به داخل تاجیکستان یک نفر زبان آلمانی یاد میگیره بیا اینجا صحبت کنه با لهجه تاجیکی آلمانی گپ زنه، بسیاری کسا به راحتی نمیفهمن که آلمانی گپ میزنه طرف. باید اون اکسنت خود از اینا رو داشته باشه. و در قدم سوم وقتی آدم به یک کشور بیگانه میره تنها زبان از اون نیست، راه بلد نیستی، فرهنگ از اون بلد نیستی، نمیفهمی که اونجا بری چیکار کنی، از خانه برای کجا بری. اگر کسی رو داشته باشی که تو راهنمایی کنه، کمک کنه، خب فبیا. اگر نداشته باشی بیایی بتان، اگر خانه هم برای آدم بدم از خانه بیرون چی کجا بری، اینجا بلد نیستی. دیگه مشکلات فراوان هستی، تو سادگی نیست که بعضیا میگن برین آلمان دیگه همه چیز خونه میشنوید به دریا غرق میشن، میاین بین راه به جنگلا گم میشن، کشته میشن، قاچاقبرا اونا رو بازار بدبختی دوچار میکنه که تا به اینجا برسن. به اینجا که میرسن بعدا میبینن این چی نیست، بعد اون وقت دیگه همه چیز از دست دادن. سخنهای واقعا هم پدرانه پیشوای ملت که چند سال قبل گفته بودن که هیچ کدومی از ما رو در هیچ از گوشه دنیا انتظار نیستن. تنها آن ناز و آن مثلا برداشتی که ما رو میکنند این وطن است. تنها ما رو ضرور است که در وطن خود کار کنیم، علم آموزیم، زبانهای خارجی رو از خود کنیم، تکنولوژی اینواتیونی، تکنولوژی پیشرفته، علمهای معاصر، ذهنی صنعی و دیگر فناوری‌های جهانی معاصر رو از خود کنیم. به فکر من که خوبتر می شود در همون وطن خود صاحب نان و صاحب یک زندگی خوب شده باشیم. چون که در این کشور ما دیدم برخورد مردمش هم با مردم غیر، یعنی که با غیر شهروندی دیگر کشورها خیلی سخت است. شما که زندگی کردین 40 سال در اروپا، از جمله در آلمان، در شهر هامبورگ که واقعا هم شهر زیباست، چرا شما انتخاب کرده تاجیکستان را برای گرفتن دکتری علم، نامزدی علم؟ مگر میشد که در دیگر کشور اروپا باشید؟ چرا چی چیز باعث شد که شما تاجیکستان را انتخاب کردید؟ چی شما را از تاجیکستان شیفته کرده بود که اینقدر زیاد به تاجیکستان میروید؟ اعتقاد به حوزه تمدنی فارسی زبانان دارم تا به کشور تاجیکستان و ایران و افغانستان مرزهای جغرافیایی و مرزهای سیاسی. مرزهای سیاسی مربوط به سیاسیون میشه کار خود انجام بدن. ما که سیاسی نیستیم، فرهنگی و ادبی هستیم. برای ما کار ادبی مهم است، برای ما رشد زبان فارسی دری مهم است که چی در ایران باشه، چی در افغانستان باشه و چی در تاجیکستان باشه. ما به فارسی دری ما هم صحبت میکنیم همه ما و تلاش ما برای این هست که بتوانیم برای زبان خود، برای فرهنگ خود خدمتی بکنیم. برای من تاجیکستان، افغانستان و ایران فرق نمیکنه و وقتی شرایط برای تاجیکستان برای ما آماده شد که ما بیایم ادامه تحصیل بودم با اونجی و چند سال آمدم، 10 سال تمام آمدم و سند عالی از چیز گرفتم و همه حال هم علاقه‌مند هستم برام به تاجیکستان برای زندگی، چون زندگی در تاجیکستان آرام است. یعنی چرخش مدار زندگی در چرخش آرام میچرخه، در صورتی که اینجی با شدت میچرخه و سرعت میچرخه. شما دیروز ما و شما برآمدین از صبح تا شب بیرون
و یک دو کار بیشتر نتونستیم اجرا کنیم، وقت کم آوردیم. در صورتی که این کارها اگر به داخل تاجیکستان باشه، همین کاری که ما شما در یک روز انجام دادین اونجا در یک ساعت تمام میشه. راه زیادی نمیرین، فاصله های زیادی نیست و هر جا میرین اونقدر شلوغی و اونقدر ازدحام نیست که ما وقت بگذاریم به صف بستیم، منتظر باشیم، به صف پرداخت پول بستیم، به صف داخل شدن به یک جای بستیم. اینا اینجا در شهرهای کلان این حرفا بسیار زیاد است و زندگی در تاجیکستان از دیدگاه عمل زندگی کاملا در طبیعت است. ما در داخل طبیعت زندگی میکنیم و علاقه‌مندیم به تاجیکستان یکی خود حکومت یا رژیم تاجیکستان است که بسیار واقعا رژیم خوب است. به همت پیشوای ملت جناب امام علی رحمان واقعا این کشور ساخته شده، آباد شده. یک نوع احساس دیگری وقتی ما به تاجیکستان میایم دارم نسبت به آلمان، نسبت به کشورهای دیگه. من میتونم به آمریکا همیاری زندگی کنم، میتونم به کانادا زندگی کنم، میتونم به بیشتر کشورهای جهان برم زندگی کنم بدون از اینکه ویزا بگیرم به شمول تاجیکستان. اما بیشتر علاقه‌مندیم چرا به تاجیکستان است، به خاطر اینکه تاجیکستان به راستی کشور زیبایی هست، کشور طبیعی هست، مواد خوراکی طبیعی، زندگی طبیعی، انسان‌های طبیعی، انسان‌هایی نیستند که آدم مبرای از اونا با مشکل بر بخوره. به خصوص دانشگاه میرین، فضای دانشگاهی واقعا برای من لذت بخش است. با استادای دانشگاه صحبت کردن، با اونا نشست و برخاست. اینجا اگر آدم خواسته باشه با یک مشت کارگر سر و کار داره. ما داخل تاجیکستان با استادا، با دانشمندا، با شاعرها، با نویسنده‌های از اون کشور سر و کار داره، با دانشگاه سر و کار داره. این خود از این لذت بخش است و علاقه‌مندی برای همین است که بیایم اونجا به زندگی کنم و چه بمونم. در آخرین پیامشون جناب بیالی گفتند که هر کسی از این کشور، از این سرزمین اجدادی، از این وطن زیبا مینالد کور می شود و سخن همین دکتر علم‌های فیلولوژی مسلی سلجوقی پیش نظر آمد که در اولین مصاحبه در تلویزیون جهانما گفته بودند که آن کسی که از کشور خود مینالد، آن کسی که خیانت به کشور خود میکند، سنگ ملامت بر کشور خود میزند، یا کور است، یا کر است، یا دیوانه است. محبت پیشوای تشبثکار در عرصه جهان، محبوب دل همه، چگونه به قلب شما جای یافت؟ هر روز صبح که شما از خانه میبرین یک کار جدیدی در اون کشور انجام شده. این واقعا دیگه قابل ستایش است. یعنی یک کسی که مثل جناب عالی میایه و جلودار از این کشور شده، از صفر این کشور رو آغاز کرده، از ویرانی این کشور رو آغاز کرده و تعمیر از این کشور. و امروز جای همون چهاردومه که ما رفتیم یک سرک هست، کوچه عینی کوچه هست، یک کوچه هست، نمیفهم نامش چی هست. واقعا وقتی ما داخل از اون قدم میزنم فکر میکنم ما به نیویورک هستم. حتی نیویورک هم بهتر، قشنگتر، زیباتر، ساختمان‌های بسیار، بناهای بسیار زیبا، بسیار قشنگ و پایین از اون هم جای بازی برای بچه‌ها، جای فوتبال برای بچه‌ها و این کسی بهتر دیگه زندگی نمیشه. اگر بخوایم ما اون زندگی رو اعلام کنیم بیایم به این کشور، گفتم فقط اینجی به حساب ما که میگوییم اینمو بارکشی و حمالی است، کار دیگه نیست. هر کسی که اینجا میاد میگه من دکتر شدم، اینجا ما آمدم دانشمند شدم، اینجا آمدم کارهای اینچنانی آنچنانی میکنم، دروغ میگه. به خاطر که اینجا اولا باید زبان اینجا درست یاد داشته باشید و درست یاد نداشته باشید تو به چیز نمیبرن، به دانشگاه نمیگیرن. در قدم اول باید زبان یاد داشته باشید. به هر صورت هیچ جا وطن نمیشه، هیچ جا برای انسان وطن نمیشه. من یاد بعد 40 سال زندگی در اروپا میگم که اگر افغانستان آرامش باشه من برمیگردم به افغانستان. وطن دوم به تاجیکستان است که حال علاقه‌مند هستم که بیام به تاجیکستان درس خواندم، به تاجیکستان کاندید چیز شدم، علم شدم در اونجا، دفاع کردم از اون، سند دکترا دارم، زبان و ادبیات فارسی دری. برای من خیلی خوشاینده که بیایم به یک دانشگاه روز 3-4 ساعت درس بدم، بدنم همونجا باید زندگی کنم در اون کشور.
برای ما بسیار خوشاینده و من علاقه‌مند هستم اینجا باشم. ببینید که چنین یک همزبان ما و هم فرهنگ ما از کشور فارزبان چقدر محبت زیاد با سرزمین ما دارن. پس ما چگونه وطن رو که واقعا همون در اونجا پروریده شدیم به وایه رسیدیم، زادبوم پدران و گذشتگان ما است، از اون وطن ما خود رو دور کنیم، یعنی که ترک اون وطن کنیم. در همینجا با همین مصرع شعری سخنرانی یعنی مصاحبه خود رو ما به انجام میرسونیم. میگویند که امیری بی وطن خوار و ذلیل است، گدای در وطن میرد امیر است. فکر میکنم که از این مصاحبه سیر روحی ما یک غذای معنوی هم گرفتید، یا به اصطلاح دیگر یک نکته بس است اگر شعور است، ورنه چو چراغ پیش کور است. باقی شب و روزتان خوش.